فوتنوت نوت اینی کامنت فهمیدی کالم برید با یک کالم تقسیم میکنه نوت یا فوتنوت یا با سی یا با 4 صحیح چی؟ ریپلیس ورش کنه با سی کالم تقسیم شد با چند کالم این نوت یا فوتنوت را چه میکنی؟ تقسیم میکنی صحیح و کانورت خو برات کار کریم که کانورت آن این نوت آل فوتنوت end of section اینجا کی مثال اینی این نوت چی مانا دی پاراگراف استاد است the page layout break بعد از break continue دامی پیج هستی شما میخواهید چی برش میدی reference the reference آمده in note در کجا the end of section insert داخل section in note آمده یا نام in note ببین in note داخل section ببین و داخل معلومات می آمد خود داخل section هم ورده میتانی اگر یک نفر برد بخوایی بید از اینجا ختم شد آخر باید بید از اینجا باید چی شد در مابین کی سکشن آوردی در مابین کی نوت آوردی در مابین بید مزاحمت میکنه نباشه داخل صفحه باشه شما باید انسرت بی در پیج لیاوت اینجا باید بی لیاوت سپرس این نوت از اینجا نوت چی کو از بین ببر از بین برد یا نبود از آخر آورد یا نبود صحیح سپرس کرده چی کرده سپرس کرده یعنی ختم کرده از اینجا باید نباشه کجا آورد آخر آورد خب درس امروزی نوع ما شما چیز insert citation چیز insert citation credit a source of information by citing the book article or other materials in schemes from you can choose from a list of saved sources or add a new one word will be formatted creating according to your select style यानी insert citation توسط insert citation में توانیم कि یک لیست قانون ها کلاب کتاب چرا نداری؟ چرا؟ कि یک لیست قانون ها کتاب ها جور کنیم yes. یعنی قانون ها یعنی وکیل مدافع کمان به ایجاد استفاده کنه که مثال کیسا داره چی داره قضیه باشه یا نه کیس باشه درباره مثال یک وکیل مدافع 300 دوسیه داره مثلا 200 دوسیه داره یا آل 5 دوسیه داره خود دوسیه را کل لگی حال کرده خو اینجا امره ازی ریکارد مونده بخاطر کیس ناو میں اڈ کرده میتونه و دیگه کیسا را میتونه که با امره لیست ببینه کیسا را با لیست دیده میتونه که پلانه کیس پلانه گرد و هم میتونه که یک کیس ناو هم چی کنه اڈ کنه بس او برای شما میتونه که او با یک پیس اف انفارمیشن تبدیل کنی یا در کتابخانه کار میکنی شما میخوایی که یک کتاب است اینقدر استیکر چاپ میکنی استیکر باید سر کتاب باشه چی باشه؟ یک استیکر یک کاغذ خرد او قسم معلومات به دست کجا پیدا کنی شما است یک نفر است مثال تو نفر است که 50 دانه کتاب نوشته کنه نام کتابشان است آثارشان است که نوشته کرده کجا دیزاین شده در معلومات چی است چی و مکمل یک پیس اف انفارمیشن پیس get it a small paper information یک ورای خرد انفارمیشن برای جور میکنه او را چاپ کو باز میتونی که او را استیک کنی این چیز از کدام کمان جور میشه از insert citation چی جور میشه یک خبرتان گفتم که insert citation شما میتونی که او مدافع وکیل از اوی کماند استفاده میکنه لیست
مجرمین دیده میتونه که اینی از برای ماست و دیگه کسی کتابخانه داره دیگه قسم لستا داره با هر کس به مقصد خود استفاده کنه میتونه. ببین چه قسم insert citation add new placeholder نداریم placeholder اما میخیم new source. ببین کتاب انتخاب است یا نیست بوک است یا نیست default language انگلیش است یا default صحیح است آثر کتاب کی است آثر کتاب گل رحمان و کارپوریت آثر یا کورکار کے برش میگا کمک همراهش که کمک میکنه کی همراهش اسیستنس کی همراهش کمک کر نکن. تایتل کتاب چی است تایتل کتاب است مثال میس آفیس در کدام سال نوشته کده در 2013 در کدام شهر بود که نوشته کده کابل پبلشر کدام کتابخانه ای را پبلش میکنه صحیح نشر که میکنه مثال نشرش bookstore show all bibliography fields دیگه فیلدهای بیوگرافی برات نشان بتانه چی کنه میقدر جاتا مقدر بس است چی میکنی edit دی تغییرات میاری نہیں اوکی گل رحمان 2013 چی شد انزرت شد ما میخیم دی آمدم که گل رحمان 2013 آمد دی edit میکنم یا آرت پلیس هولدر امو پلیس هولدرش هست دیگه نیست edit citation گل رحمان است یا نیست براوز edit میکنی کورکار گل رحمان است یس اوکی یا آثر اینی است edit کر دی دیگه edit میکنی last name first name middle name کدام تغییرات میاری نیم و رقم صحیح است یک کتابی را نوشته کنه است دیگه کتاب دیگه کس نوشته کنه ایره کنترول پلس A delete add source बुक किताब است बुक सेक्शन است جورنال است آرتیکل است فیلم است रिपोर्ट است چی است وبسایت است آرت است interview است on time do not message again to me yes book دیسا شما آمدی آتریری که است اسد است امو سال است خو کتابا را نوشته میکنی استیکرا را مثل میاری ده کتابخانه کار میکنی در کتاب که برات می این جلس جور برش میکنی چی میکنی دیسا اد میکنی کی کتاب تو آوردی کتابخانه است کلان کجا نوشته کردی نامی چیست کتاب نامی چیه درباره چی نوشته کردی در کدام سال نوشته کردی وقتی که شما ای را کل مکمل معلومات را نوشته کردی او را مثال میتونی که اول بیوگرافی امولست شورده میتونی بیوگرافی مسافیس است 2013 پیس اف انفارمیشن شد یا نشد اگه ای را چاپ کنی ببینی در یک خط معلوماتش چاپ میشه استیکر شد یا نشد کاغذ است یک خط که چی کو امور استیکر کو در سر کتاب استیک بیت شد مثال مسافیس 2013 کابل یعنی مهان بوک ستور یا محسن بوک ستورش مثال آنکه پرشندگی داره ای بیوگرافی خو امی معلومات که شما نوشته کردی آورده میتوانی و دیگه بالا که استیلشان است با کدام استیل باید بیه استیلش میبینی است استیل امی بیوگرافی است شار آسان است کنم استیل شد یا نشد و منیج سورس در منیج سورس شما میتونی که edit delete ودیو بیاری هم میتونی سورس کنی هم میتونی سرچ کنی
100 200 نفر از 500 1000 کتاب است اینجا میدانی که با آسانی بسیر خان سرچ کنید. صورت به وات آثار، صورت به تاک، صورت به تایتل، صورت به تایتل. اگر کتاب زیاد عنوان را باشه مثال اینجا نوشته که ورد نیست، اگر نوشته که مس آفیس آمده یا نه شما که نوشته کنید اینجا سرچ کرده بیتانی زود ولی خب یک دانه است اگر زیاد باشه چندین دانه باشه از اینجا میتونی که شما ببینی کاپی میکنی طرف و کاپی است آلریدی دیلیت میکنی ایدیت میکنی یا نیو کدام دیگر نو میاری ما بریتان گفتم منیج سورس میتونیم ایدیت دیلیت و نو جور کنیم و هم میتوانیم که به خاطر سرچ استفاده کنیم سرچ هم استفاده کرده میتونیم صورت کیا است یک خوب کامنت به خاطر سرچ است کدام current list شاست master list شاست current list که حال شما در recently list که برش میگه این master چیز بیس یا بنیاد یا کنده شان است بسیار خوب کامنت است زیاد شما که استور را جور میکنی قصه را جور میکنی از کدام جبهه شروع کنی کنترل پلس مثال اینجا آمده کنترل پلس ای یا اد سورس چیز شما میخوایی که کیس است اتر کیس کی است خان تایتلش چیز مثال رابرینگ کیس نمبرش 0333 place published in Kabul در کدام محکمه که وکالتش میکنه سکند صحیح کوড نمبر سکند در کدام year در 2010 abbreviated case number دیگه مثال کدام روان شده فهمیدی او به انگلیسی که دارید تشریح کنه به او همه و مثال که باز از اینجا حرکت کرده به این رقم شوال بیوگرافی فیلد دیگه فیلدش ببینی مانتو دیو کاسیالو مثال رپورتر کی رپورت داره و مکمل شما میتونی کل لگی معلومات year access month access day access که با 10 آمده اینی کامنت چی بود مودیم آرچی که تغییرات بود شما معنی میخواریم یک کیسس اٹکله خانس شما میتونی یک کیس کنترل پلس ای دیلیت از اینجا میتونی که بیاوری یک آپش یک کیس آمده نه بیوگرافی جور کنی یس سر ما داکومنت که سیو کنیم ببین دو دانه آمد یا نامده خب ما یک داکومنت کار میکنیم اگر شما به هر خاطر باید یک داکومنت نو بگیری یا نبگیری ای به خاطر استایل برای تغییر تبدیل میکنه و ای که از منیج شما میتونی ایدیت دیلیت و سرچ کنی صورت مثال به چیز تایتل است یعنی شما میخوایی که صورت به آثارش چیز آثار برای صورت کنه صورت به year 2013 یا صورت به تکس 13 خان 10 شما میخوایی صورت به تایتل سی یا سر وقت تایتلش مهم است سرچ میکنی شما میخوایی رابرینگ یک کیس اسو برای نشان بده نشان بده کوड که کلوز کردی داکومنت به حساب باشه مشکل نیست داکومنت تو شد به هر مثال دکاندار هستی باید یک داکومنت بس خود سیو کنی اگر وکیل مدافع هستی هم باید یک داکومنت باید باشه مثال کسی سرانوال باشه بسیار خوب کامنت برش استفاده میشه اشکال خو نیست فهمیدی مطلبش 4 دانه است اینجا کرده میتونی اینجا که است آورده میتونی اینجا استایل داده میتونی و اینجا پس او را اداره کرده ایدیت کرده مشکل نیست insert caption توسط این کامند میتوانیم که عکس خود یا ابجکت خود را لیبل بسازیم لیبل خو میفهمی نه لیبل نه لیبل یس یک فقط مثال شما که فلانا نمبر فلانا
واسه 3 کمانड میتونه که یک ابجکت یا टेबल یا عکس خود را لیبل بسازیم. چه برش داده میتوانی؟ لیبل برش داده میتونی. چه قسم؟ insert caption لیبل بید، فگر بی، شما نمیخینی اکویشن بی، اکویشن آمد یا نامد، شما برش میگنی टेबल بید بی. این टेबल آورد یا نآورد؟ टेबल 1 بید بی. شما میخوای کنی نمبرینگ 1 2 3 بینی، اینجا الف بی تی بید بی، टेबल الف टेबल بی گرچ. بس اینجا آمدینی 1 2 3 بید باشه. این خوب بالا دا چپتر کار کردیم یا نکردیم؟ همراه چپتر نمبر بید باشه یا نباشه؟ टेबल بی نیو لیبل اگر نو لیبل کدام تو جور میکنه، ما جور میکنیم که شکل شکل آمد یا نامد. ببین ما لیبل جور کردیم، اینجا لیبل ها بود ما جور کردیم، نمیتونیم ما جور کردیم لیبل. یا تنها 1 2 3 باشه نامشون باشه. exclude label from caption. یا delete label میتونی که لیبل را چی کنی؟ delete کنی یا نیو لیبل نو دیگه جور کرده میتونی. شما میخوایی که مثال چی کنی؟ auto caption یا delete label یا نمبرینگ. اوکی شکل وان آمد یا نامد؟ شکل وانی که آمد شما اینجا باید بی کدام شکل است؟ لیبل شد یا نشد؟ صحیح؟ اینجا آمدی reference insert caption شکل 2. اوکی شکل 2 آمد یا نامد؟ کدام شکل میاری؟ صحیح؟ اینجا که پاس بی لیبلینگ میکنه یا نمیکنه، نمبر برش میته یا نمیته. شکل نمبر 3 آمد یا نامد؟ اوکی شکل 3 باید شما اینجا بیاری. این خو هیچ صحیح نیست، یک مشکل کلان است یا نیست؟ صحیح یا شکل بی یا دیگه چیز ما میتونیم که اینجا نوشته کنیم تایپ کنیم. نجای شکل شما میتونیم که دیگه چیزار چی که باشه اینجا تایپ کنیم. یا دنیو لیبل همراهش چی کنیم که اینجا تایپ نشد، دنیو لیبل شما میتونی که وارد چی کنی تایپ. یا یک شارت انفارمیشن برش میتی. چی میتی؟ بدر خوردن کجاست؟ ما میخوایم که टेबल ما اینجا بیاریم بید بی. کجا بید؟ وقتی که اینجا ما टेबल میآوریم بید نوشته شما टेबल وان یا شکل وان یا چیزا بید یک قسم نوشته شما. میشه همینجا خود table of contents داره. figures است. یا خود table of contents فهرست برای ما این وانا جور میکنه. اگر فهرست اشکال جور میکنی، این شکل دهی سپاسی شکل دهی چه قسم جور میکنه، اینی کمند است. صحیح؟ ببین شما اینجا insert سرتی ببین شما میخوایی که چی بید بی آتو کپشن بید شو اتوماتیک بید بی چی که آورده اتوماتیک بید. شما میخوایی پی اف دی ورد داکومنت یا ورد سپریدشیت اکسل چی بیارم یا مایکروسافت ورد टेबल میارم چی بید بی टेबल بی باب بید بی یا پایین بید بی بالا بی یا پایین. این شکل میاری دیگه چیز میاری نمبر بهش و یا نیو لیبل یک لیبل نو جور میکنی. صحیح؟ This is a table number هر کدام که نوشته. صحیح؟ اوکی آلی ببین the insert tab باید بی object. the object که آمدی چی باید بگیری؟ Microsoft Word document table شد. table خدایی جنیس خوین جمع میم
کس خود نکنیم چه بیست تا بس بدی باز میشه شما بھی ٹیبل میری دس از ٹیبل نمبر 1 ٹیبل میری کنه اینجا می ٹیبل نمبر 2 این رقم لیبلینگ چقدر خوب کامند است ما باید گفت که با ابجکت لیبل داده میتونی لیبل شد یا نشد یعنی با یک ابجکت لیبل داده میتونی شما میخوای که هر کامند اینجا باشه کنترل پلاس ای دیلیت رفرنس انسرت کپشن برو ای تیبل بود آتو کپشن تیبل نبود هر ابجکت که ما از پروگرامی پین می آوردم باید فیگر نوشته شود چی نوشته شود؟ فیگر یعنی this is the first this is the shape یا شکل number 1 below باید بی اوکی آله برو پینت از پروگرام اور خدا اینجا باز میکنی در پینمنت که باز میکنی پس باید ابجکت بی و که ما لیبل پیش اینجا میپالی در ما خدا پروگرام ورد بود اون باید ورد باید باشه اینجا باید نبی هیچ در هر ابجکت که بیاری کلوز کو چی برامش می this is شکل نمبر 1 اگر شما بی امی رقم شما میتونی که ایره چندین دانه بیاری صحیح پایین آوردی دیگه کدام شکل میاری د ابجکت که آمدی بیت ماپ اوکی کلوز کو this is شکل نمبر 2 صحیح اتو لیبلینگ است کنه بایی خاطر اینی است کامند که است اتو لیبلینگ است نامش چی است اتو لیبلینگ ما اینجا این پیکچر میارم reference auto caption position above selected item یا below یہ this is number picture number 1 یا this is شما میتونی که دیگه چیز نیو لیبل نوشته که دیگه this is picture باید باشه این پیکچر او عکس پیش که بود اینی کامند دیسیبل بود یا نبود کار نمیکرد کنه عکس که بگیری باز کار میکنه اوکی this is picture number 1 عکس نمبر 1 آمد یا نمید و ما اینجا می پیکچر ورولو خان باز this is picture number 1 دهی خاطر خواهیش نامد اینجا باید هم بی امور انتخاب کنی چی باید کنی؟ انتخاب باید چه وقتی که انتخاب کنی اینجا باید بی کپشن کجا باید بی this is picture number 1 یا number 2 نمبر که می برای باید پاس چی کنی فهمیدی؟ یعنی اگر اینجا عکس باید انتخاب اگر نمی بود چی نمی بود؟ عکس کنترل پلاس ای دیلیت اگر عکس انتخاب نباشه که اینجا بی پوزیشن کار میکنه نمیکنه بخاطر عکس میکنه آتو کپشن مانا هر پروگرام که از اینجا آتو انتخاب کری که امو هر پروگرام شما یک عکس یک چیز میاری باز نمبر میگیره شما میخوای که در پروگرام ورپاد چی را میاری چی میاری ورپاد پین تکس هر کل کی پروگرام ها که انستال باشه اینجا برات می مایکروسافت اکسل هر چیز که اکسل آره بیاری اگر اکسل کار نمیکنه از انسرت باید باز بیاری رقم باید بیاری از کدام جانبی اکسل ورک شیت فیگر 1 آمد یا نامد هر چی که دلت باشه اگر اینجا شما بی یک فیگر 1 آمد دیگه کدام پروگرام یا ستیل میاری پس او آتو کپشن خو کردی لیبل خو برش دادی و تناله بیار دیگه میاره برای تا هر چی که بیاری کنترل پلاس انتر
دیگه تو آمد یا نه اتو لیبلینگ برش میگه چی میگه اتو لیبلینگ معنی اتوماتیک برش لیبل میده اتوماتیک برش تاپا میده اتوماتیک برش مشکل خو نیست آسان است فهمیدی سیتیشن که انسرت کپشن خو کنفیوز خو نشدی این لیبل میده عکس میاری برش لیبل میدی टेबल में बरश लेबल में थी शक्ल में बरश लेबल में थी लेबल बना वो नाम खर्द का मी गिरा कि ऑटोमेटिक वेद भी गिरा शुमा इंजा टेक्स्ट नविश्ता करे इक्वल आ रही इंडी इंजा में शुमा में खे के टेबल ऑटो करी या ना करी पास उस शायद सही अगर शुमा में खे के टेबल में आराम बैद ऑटो बैद बाशा ऑटोमेटिक वेद नंबर भी गिरा ची ऑटो कैप्शन आंचक में करी از کدام جای میاری مایکروسافت ورد टेबल چی باید بی टेबल باید بی صحیح دسته جا टेबल نمبر اینی بی بلو بی با بلو باید سر टेबल باید بی ببین حالا که شما टेबल میاری टेबल می یا نمی دیگر تکست باز نوشته کردی کنترل پلس سی اینجا باز یک टेबल آوردی टेबल नंबर 2 شد یا نشد टेबल را ضرورت پیدا کردی صحیح اینجا باز تکساس چیز خوب زیاد تکس آوردی باز टेबल آوردی टेबल 3 شد یا نشد باز دی سار تکساس باز یک टेबल آوردی علی टेबल را آوردی شما میخوای از یک فهرست جور میکنی چی جور میکنی فهرست باید باشه فهرست اشکال چه قسم جور میکنی اینجا باید بی رفرنس تیبل آف انسرت تیبل آف فیگرز کدام ببین ایندکس و تیبل آف کنتینز صاف هست یا نیست همون شکلا که ما برای درس دادم اون کسی بس لینک باشه نباشه نمبرینگ باشه نباشه افشانی موریفای کلگی که برای تیبل آف کنتینز برای درس دادم اوکی टेबल नंबर 1 के صفحه اول است टेबल नंबर 4 के در صفحه 11 است فهرست جور कर देना करे इसी तरीके से क्लिक करी बरश रखता मैं यानी इधर सब हां इधर है ना सही मुश्किल خنیس یعنی شما میتونی که دی چی جور کنی فهرست هم جور کردن میتونی فهرست به چه کسبی باشه اگر لینک کلیمه میاد بند میشه همونجا پاس برو هم टेबल ऑफ इंडेक्स पूरा वेद बन शा अपडेट टेबल या क्रॉस रेफरेंस अवल बरत कार में क्रॉस रेफरेंस बरत दारम के वसीले इनपुट टेबल और लिंक वसीले इन्हीं चीज़ा से नहीं अजीन जब शुमा भी खे ये लिंक नंबरिंग हेडिंग चीज कैप्शन दिस इज टेबल नंबर 1 बुद्ध याना कोला क्या मत याना हाँ बशकले एक बटन में आ रही यार मा ओके अरे किन जार कदम क्लिक करना है हम रखते ये बटन از طریق کدام کامند از طریق کراس رفرنس شما میتونید که کامند را چی کنید جور کنید با کدام شکل چی باید شود میم ای अपडेट टेबल کار نمیکنه که نمیکنه میم دیسا یک टेबल دیگه میارم insert टेबल टेबल 4 اینی شد یا نشد و آخری کو टेबल 5 شد اینجا باید دی به چی شد تغییرات باید به reference update table update page number only یا update entire table این اردوش کامند خو میفهمی پیج نمبر که کٹ کنید یک صفحه عنوان به دیگه صفحه بیا وری که باز اپډیټ کولای ټیبل یہ टेबल नंबर 4 در صفحه 6 टेबल नंबर 5 که آمد در صفحه 11 شد کدام تغییرات بیا ورتی یہ چی کرتا میتونی अपडेट करता हम میتونی مشکل دی میشه टेबल و شکل را میکس کنیم و دیگه टेबल of configure باز جور کنیم باز
مثال تیبل نمبر 1 به شکل نمبر 2 به میشه کل که آوردی اردوش میه مثال اشکال و टेबल هرچی آوردی شما میخوای که از این جمع کپشن انتخاب کنی کپشن که انتخاب کردی یک فهرست جور که یک دارمی خب دیگه کمان داریم مارکینگ تری یا ایندکسد چیز ببینی شاگردا टेबल ऑफ कंटेंट्स شما خواندی اول کمان که بود فهرستش بود टेबल ऑफ باز نمیشه چرا که عنوان هدینگ نداریم اول टेबल ऑफ कंटेंट्स بود دوم टेबल ऑफ فیگرز خواهم فهمیدی حالا ایندکس مانده ببین اینجا ایندکس هست یا نیست صحیح نوشته که ایندکس توسط این کمانड می توانیم که یک لیست دکان یا یک نمبر چپتر را ترتیب نماییم یعنی یک لیست دکان جور کرده می توانیم یا یک نمبر چپتر را این خود زیاد کار میکنه چقدر که شما میفهمی به این خاطر ما برتی طرح بو طرح به کمانड میگیم که شما زود بفهمی اگر تا یک کمانड کار کنیم باز مشکل برای جور میشه صحیح جور کنیم یعنی ترتیب کنیم یک کارشان است که من بودیم صحیح make entry main entry چیز گلرویان کامپیوتر شاپ گلرویان کامپیوتران میفروشه سب انتری چیز اول مانیتور میفروشه چیز مانیتور کراس رفرنس قیمتش چیز مانیتور میگه که 2000 بولد به ایتالیک به بولد ایتالیک هر چی که بیاری چیکو مارک شده نشد سی پی یو چند است سی پی یو کراس رفرنس سی پی یو برات میگه 1200 بخیر مارک باز اینجا می پرینتر چند است پرینتر می شما میخوای کنی دمی کرنٹ پیج خونیست 9000 است مارک ماوس چند است ماوس که است 80 روپا بولد به ایتالیک نباشه مارک باز کیبورد سپیلم غلط شد کیبورد چند است کیبورد تقریبا 900 افغانی مارک صحیح این چیزا را تا چه وقت قدر وقت که جور میکنی دیگه مثال یک دانه لوڈ سپیکر هم خریدی لوڈ سپیکر برش گفتی که لوڈ سپیکر رو میگه که 6000 افغانی مارک است یا نیست آل اینزرت ایندکس شما میخوای یک فهرستش جور کنی چی باید شود با این سیستم رایت تو لیفت کدام نمبر باشه در یک کالم در دو کالم در یک کالم باید نشان بده صحیح اوکی میبینی کنترل پلاس پلاس 8 که پرس کنیم و ایندکس را بالا پوشنه گلرویان کامپیوटर شاپ سی پی یو قدر میتا हो कीबोर्ड قدر लाउड स्पीकर قدر मॉनिटर और माउस ही चीज़ हमें समलेस जोड़ कर देना हाँ पूरा ज़रूर बैठ हेडिंग बैठी बैठ इनवान बाशा हाँ جزئیات این کامپیوتر هم مثلا کجا نشگی این چیزی خبر است این خبر است واش میگم میگم دیگه هدینگ نداره اگر شما भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 ये कमांड करना नहीं करना एडिट कर दी एक तरह कीबोर्ड या माउस شما گفتی ماوس چند گفته میگه 80 روپیه است نه ماوس 80 روپیه نیست گلرویان شاپ میگه یک سپر گلرویان مانده ایتالی که ماست یا نیست اینجا لمی چی میگه گلرویان اپدیت ایندکس ماوس چند صحیح دهی تغییرات آورده میتانی لیست جور کرده میتانی اگر این رقم لیست جور نکردی ببین اینجا بدوی مارکینگ تری ماین چپتر کتاب
बुक नंबर बुक मिसाल इस्लामिक बुक सही दहिंच शुमा में सब एंट्री चैप्टर नंबर 1 सफे इनी तइनी सही मिसाल चैप्टर از کدام صفحه تا کدام صفحه از صفحه 2 تا صفحه 30 مارک قرار پیش خو نیست در قرار پیش که در صفحه موجوده یا پیج رنج که اینجا بوکمارک باش شما برش بلند کرده میتونی چه کسی مثال به یک ساحه شما بوکمارک داری کنترل شیفت F5 بوکمارک به یک ساحه داری و بوکمارک هم شما میتونی که از این طریق او را چی کنی رنج کنی معرفی کنی میبینی که انتری داری هرچی مثال امو بوک هست یا نیست چار چی باشه سب انتری مارک این هم شما میتونی که اندکس کنی یک کلم دو کلم رامین سیستم رانین کل لگی پاراگراف ها برای هرچی تنها یک کلم باید باشه سیستم برای ران کنم مارک انتری یا اندکسد دو تا سیسه پاس فهمیدین؟ هر چی که شما بخواید از اینجا یک لیست وارفه جور کرده میتونید درباره هر معلومات که باشه mark citation add the selected text to the table of authorities توسط این کمان می توانیم که شکل دیکشنری را جور کنیم شکل چی؟ دیکشنری یا टेक्स्ट की दर सफ़ा भाषा पूरा जम नमाएं या जम करें टेक्स्ट की दर सफ़ा भाषा पूरा निशानी करदा में तवानेम ची करदा में तवानेम निशानी बीबी शागिर्दादे ये गन کامند د اینډکس کې شما ماندی باید کار کده مکمل هر وقت هر کس که ریکارد میبینه به ټیبل اف کانټینټس کې به یعنی اپشن دو مارکو یا اتو مارکس اتوماتیک باید مارک شوه یا اینجا شما هم میتونی که مارک انتری امو اپشن که از این طریق هم آمده میتونی که اینجا نشه مودیفای چی بگه دوستان مودیفای برات هم اینجا کار کردیم شما میتونی که دامو تغییرات بیاری صحیح که د اینډکس یا د اینډکس 1 به چی به چه قسم شکل باشه این تغییرات بیاری رنگ سرخ و کلان و خورد equal RND enter control shift S control plus F4 شما میخوایی مارک انتری باید شود صحیح سه مرحله اینی داره چند مرحله داره؟ سه مرحله شما اول لغت است داکومنتس لغت انتخاب کردی اینجا باید کلیک کنی که اینجا کلیک کردی کیسس استاتسس رولزس رول مثال میخوایی که یک لیست رولا را قوانین را جور میکنی هر مارک تنام یک داره مارکو اگه مارک آل هر جای که داکومنت بود مارکش کو چیز هر جای که داکومنت کو نشانی کرد برات گرفت فهمیدی شما باز میخوایی که نه تیمز باید باشه اینجا کلیک کردی مارک امی یک داره برات مارک کرده باز شما اینجا می نیو اینجا کلیک کو مارک برش بگو باز ورد اینجا کلیک کو مارک برش بگو یور کلیک مارک save click mark click mark چیز هر جا که بود باید مارک شد
کاور مارک. یک لیست جور کردی یا نکردی؟ با کاتگوری به کدام ترتیب شه؟ رول باشه، ریل تایمز باشه، رولیشن باشه یا نمبر باشه، شما می کیسز باشه، status حالات other authority دیگه کدام است؟ کلوز کردیم. اینا مارکا هم میتاری یک فهرست جور کنی. اینجاست یا نیست؟ insert table of authority. چهارم کامند آمد یا نامد؟ index خواندی، table of contents خواندی، table of چهارم خواندی یا نخواندی؟ چیست؟ آلس یا other statuses با کدام شکل باید بی؟ اینجا بر شکل جور کرده میتونی. template classic template صحیح است. اوکی. table authority entries form no form نیست. آل میخیم یا رول میم؟ ببین داکومنت که است 1 2 3 4 یک لغت در صفحه اول است، یکی است در صفحه 2 است، یکی است 3 است، یکی است 4 است. فهمیدی؟ نیو که است لغت در صفحه 1 است، سیب که است در صفحه 2 است. اینی رقم شما دیده میکنید. اگر شما به اینجا کدام تغییرات بیاری در مارک چی میکنی؟ در مارک کدام تغییر آوردی یه چیز کردی اینجا می اپدیت چی میشه؟ اپدیت کرده. اپدیت خو اینجا هم خواندی، اینجا هم خواندی، اینجا هم خواندی و اینجا هم خواندی دیگه. خب اپدیت میفهمی یا نمیفهمی؟ 4 کامند خواندیم. insert citation سارنوال. second insert caption بر شما میدونی که لیبل عکس و چیزا را لیبل کنی. چهارم مارک انتری شما می توانستی که یک لیست واری جور کنی که یک لیست عنوان برش بده، کتاب واری یک کوتیشن واری. مارک سیتیشن شما می توانستی که یک لیست دیکشنری واری جور کنی که لغت اینجا سینی بس است.